عاقبت‌های ضبط آسیای میانه از جانب مغول‌ها. سال 1221 قریب که تمام سرزمین‌های آسیای میانه به دست مغول‌ها افتاد. احوال تاجیکان سمرقند، بخارا، خوجند و دیگر شهرهای آسیای میانه بد شد. مغول‌ها ظلم می‌کردند، رحم نداشتند. چنگیزخان سال 1221 از دریای آمو گذشته شهر بلخ را به خاک یکسان کرد. چنگیزخان با 3 پسرش برای ضبط پایتخت خوارزمشاهیان به اورگنج رفت. مغول‌ها 60,000 سربازی که داشتند آن را با دیگر سربازان خود همراه کرده در عموم 100,000 سرباز را راهی اورگنج کردند. مدافعه شهر اورگنج 6 ماه دوام کرد. بالاخره شهر به دست استیلاگران مغول افتاد. آنها شهر را زیر آب کرده مردم را از دم تیغ گذرانیدند. دیری نگذشته پسر چنگیزخان طلوی تمام خراسان زمین بزرگ را فتح کرد. مغولان با مردمان بیچاره رحم نمی کردند. پیر و جوان، خرد و کلان، زنان حامله را اشکم دریده کودکان را از شکم آنها بیرون می کردند. این یک خونخواری ناگفتنی است. شخصانی که زنده ماندند آنها را اندازهای پی در پی مجبور می کرد باز شورش ها کنند، نابود شوند. چنگیزخان هنگام زنده بودنش حدودهای ضبط کرده اش را به پسرانش تقسیم کرد. ماوراء نهر به دست چغتای افتاد. پسر کلانی چنگیزخان اوقتای حق داشت ملک‌های 3 برادرش را اداره کند. او خان بزرگ حسابیده می‌شد. بعد از مرگ چنگیزخان مغولان برای اداره دولت تاجیکان محلی را جلب می‌کردند. یکی از آنها محمود یلواج بود که ماوراء نهر را از خوجند ایستاده اداره می‌کرد. مردمان محلی وظیفه‌دار بودند سپاهیان مغول را با خوراک، پوشاک و حیوانات آنها را نیز با خوراک تأمین نمایند. خلاصه مغول‌ها با آمدن خود به هر ساحه تأثیری منفی رسانیدند.